حاجی مگه ما رو استخدام نکرده بودن؟ چرا؟ الان چرا دوباره اخراج شدیم؟ خب داداش گل من، تو وقتی برگردی بگی که کس سننت اگه اینو نخری به مشتری، خب معلومه دیگه میندازنمون بیرون. بعد من دوست داری مدیر داخلی سی او چیزم بذارمون، نه؟ ولشون کن. اصلا الان فکر میکنم حس میکنم لیاقت علم و دانش ما رو نداشتن. آره، ولی خب از یه لحاظم خوب شد، میریم دنبال علاقمون، اون چیزی که بلدی، میریم یه کار خوب پیدا میکنیم. آره بابا، اصلا قدیمی ها همینو خیلی اصلا باید با طلا نوشت شدو شود عصب غیر. خوش به حالت واقعا. اصلا آزادی تو. بفرمایید داخل. سلام علیکم. خسته نباشید. سلام. واقعا راست گفتم، باید آدم خایمال تو استخدامی شناس. نه زشته اینجوری حرف نزن. خب بفرمایید چه کمکی از دستم برمیاد؟ شما میتونید F1 رو بزنید. اخراجمون میکنن بازم. والا شما ما رو دیگه یکی از دوستان معرفی کردن تا به ما گفتن که شما پزشک صادر میکنین. بله راست اومدین. بفرمایید رشته‌تون چیه؟ والا من از یکی از دانشگاه فنی حرفه‌ای بورکینافاسو یادش گرفتم، متخصص اورولوژی فارغ التحصیل شدم دیگه. بنده هم لوله کشی خوندم، ولی برا من نوشتن که گوارش. بله شما بفرمایین. رزومه خاصی در زمینه پزشکی دارین؟ سلام آقای دکتر، من سرش درد میکنه و شیر عقبم یک سره شده. دفعه پیش همکارتون برام یه شیاف بیزاکونیل تجویز کرده بود و منم خوردم. مگه مریضی؟ آره دیگه. کسخل اونو باید میکردی تو کونت. البته ببینین جای درستی اومدی، بند متخصص اورولوژیست هستم و جای راست اومدین. خب الان نقد میدی یا کارت خونه در بیارم؟ نه نقد آوردم. دکتر نظر شما چیه؟ ما میتونیم با خیار سر همشو بند بیاریم یا اینکه چای نبات بهشون تجویز کنیم؟ خب فعلا بذار شما بکش پایین، لخ کن، عقب بیا داخل یه پروژکتور من بندازم و با دکتر مشورت کنیم ببینیم چی شده. بیا تو بیا ببینم اینجا. خب اوه دکتر جان چی شده اینجا؟ یه سنگ بنداز ببینم تا کجا میره. آقا داری چیکار میکنی؟ ما اینجا داریم گو میخوریم ها. دکتر جان اینجا من یه فرزو بیاریم، فرز بزنیم ببینیم چه خبره اینجا. البته میخوای دور کونشو سرامیک کنیم؟ دکتر جان داری چیکار میکنی؟ سرامیک چیل؟ بکش بیرون دیگه، بکش بیرون. ولش کن، گرون در میاد. خیلی خوب. پس اصلا ببین چقدر آره واسه موهامو خراب کردی. زیرمیزی چی؟ زیرمیزی اوکی کردی؟ زیرمیزیو 2 تومن دارم، 3 تومن پیش میدم. حتما میخوای با اینم درمان بشی دیگه، نه؟ عجب جالبه. اوکی دکتر جان زیاد سخت نگیر. شما اون کاتیسیوم به من بدین. کاتیسیوم همین بر بود. پیداش کردم کاتیسیوم. وایسا بذار راشو ببندم. وایسا. ممنونم آقای دکتر. خواهش میکنم. دکتر جان اگر نظرته جای دیگه موقع استخدام این مورد رو تعریف نکنیم. مشاور املاک کار میکرد. میدونین دیگه مشاور املاک همون زیر مجموعه اورولوژی و فلان و اینا دیگه. راسته. چی شد که تصمیم گرفتین صادر بشین؟ اونور ریدن برامون. من راجع به ریدن حرف نمیزنم. این جمله رو 2 بار گوش کن. البته میدونی اینا لیاقت علم و تکنولوژی ما رو ندارن. به پس از صنعت تکنولوژی هم سر در میارین. بله ما سرشو در میاریم میشاشیم تو تکنولوژی. خب تو این زمینه چه اختراعی داشت؟ بزرگ کننده اندام جنسی؟ درود و صد درود. از چه تکنولوژی تو این زمینه استفاده کردین؟ ما تونستیم به کمک همکار عزیزم با استفاده از 2 تا مشنبای آب گرم و 1 عدد اسکاز به این تکنولوژی راهمون رو پیدا بکنیم. البته اضافه کن که حوله گرم هم جوابه. وازلین هم میتونیم اضافه کنیم. مگه تلقی مصنوعیه؟ کسخل روغن زیتون نگفتم که. نه بابا اون بعد 2 دقیقه خشک میشه. آخ دلفین. چی؟ برو یه سرچ بزن، برگات میریزه. کشور خاصی هم مد نظرتون هست؟ توگو. چرا توگو؟ چون اگه نتونستیم موفق شیم میتونیم بگیم که ما توگو بودیم. خدا رو شکر
کی رو انتخاب نکردیم؟ کیر؟ آره یه شهریه توی آلمان. کیل ولدی شهر کیل میدونم. آره فکر کنم اون آره میاد پایین تر سمت کیل، میاد پایین به سمت آره دیگه اگه اونجا نتونستیم موفق بشیم مردم میگن سکوی موفقیتشون کیر بود. آره اینجوری اصلا الگوی بدی هم میشدیم. آره حتما شما الگو میشی. نه ما اثر انگشت میشیم. کسخلی؟ نه آقا دکتره. راست میگی یادم نبود. خب زبان بفرمایید سطح زبانتون در چه حده؟ انقدر Hi. Hello. Thanks. Jury. Sermi language English. خوبه این حداقل یه گوی خورد افتخار آفرین شد. شما مثلا میخواین چیکار خب کنید؟ ما میخوام بریم تو گو دیگه. عذرخواهی میکنم من یه سوالی به ذهنم خطور کرده. بفرمایید در خدمتم. ما هنوز سربازی نرفتیم. آها یعنی برای اخذ پاسپورت میخواین معافیت بگیرین. نه چطور؟ پس میخواین بعد دوران سربازی اقدام کنید دیگه. نه بابا کسخالیم مگه بریم سربازی؟ نه بابا دکتریم هزار بار گفتم. ایستگاه گرفتیم من آقا. نه در بستر اختیار. خانم منشی اینا رو راهنمایی کنید. دبیرستانی نداری؟